ما مجاهدین گمنام که برای حفاظت از دین، مقدسات و مردم خود شب و روز گرمی و سردی را بر خود پذیرفته ایم. ما خوب می‌دانیم که چگونه در این راه مقدس گام برداریم. تعهد ما پابرجاست تحکیم و تطبیق شریعت الهی. ما راه بسیار دشوار، پیچیده و سخت را برای به دست آوردن هدف و آرمان خویش طی نموده ایم. تن و دل دشمنان نظام اسلامی هرگز در آرامش نخواهد بود. هویت ما به خاطر حفاظت هرچه بیشتر شما نهفته است. ما در برابر دشمنان خود الا پیروزی حق بر باطل و ظهور روشنایی بر تاریکی خاموشانه می‌رزمیم و خواهیم رزمید. ما تعهد کرده ایم تا آخرین لحظات عمر از دین، نظام اسلامی و مردم مؤمن خویش محافظت خواهیم نمود. ما مجاهدین گمنام.